با حمله نظامی به جمهوری اسلامی این نظام سرنگون نخواهد شد، چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد. نظام خیلی ریشه دارتر از اون هستش که تصور میشد، بنابراین تونسته بایسته. شما که اینقدر از این نظام آقای زیبا کلام انتقاد دارید، چه اشکالی داره که آمریکا حمله کنه، اسرائیل حمله کنه و اینو سرنگون بکنه و خود یه نظام دموکراتیک بیاد سر کار؟ این چیزی که سلطنت طلبها میگن دیگه. ما خودمون که نمیتونیم نظام سرنگون بکنیم، حالا اگه یکی دیگه بیاد این نظام سرنگون بکنه، حالا از خارج باشه یا از هر کجا باشه، چه اشکالی داره؟ به نظر من اشکالات زیادی داره، هم اخلاقی، هم فلسفی، هم ملی، هم ناسیونالیستی. ولی بالاترین اشکالش این هستش که این سرنگونی که در نتیجه حمله نظامی به ایران صورت بگیره، منجر به آسایش و رفاه و ثبات و امنیت و بالاتر از همه دموکراسی در ایران نخواهد شد.